سلام علیکم، امیدوارم که حالتون خیلی خوب باشه. من نیلوفر راد هستم و شما در کانال خانه رشد به صدای من گوش میکنین. امروز دوشنبه است، 12. آره 12 شهریور، تعطیله و ما از صبح پا شدیم و داریم کار انجام میدیم. من از تعطیلی واقعا بدم میاد در اکثر مواقع. نمیدونم شما چجوری هستین، خوشتون میاد یا بدتون میاد. بدم میاد از این لحاظ که خیلی تعطیلیامون زیاده و چجوری بگم، من کار زندگی آدم میفته. اصلا یه جوری هم دوست ندارم این حجم از تعطیلی که داریم و ما داریم کار میکنیم. بچه ها هم مثل خودمن، یعنی کسایی رو در کنار خودمون جمع کردیم که مایندستشون و مدل ذهنیشون مثل خودم باشه، که عاشق تعطیلی نباشن، عاشق فرار کردن از کار نباشن، بلکه دوست داشته باشن که دور هم بشینیم و کارمون رو انجام بدیم، درآمدمون رو کسب کنیم و از اون ور انتخاب کنیم که 10 روز نباشیم. این آزادی انتخاب به نظرم خیلی ارزشمنده. برای من این همیشه خیلی ارزش بوده که کارم یه جوری باشه که بتونم تصمیم بگیرم که آقا 10 روز نباشم. من میخوام 10 روز برم استراحت کنم و فقط مثلا در حد یه تماس تلفنی چیزی بخوایم با هم در ارتباط باشیم. و بچه‌هایی که دارم جذب میکنم توی سیستمم هم همین شکلیه، چون برام مهمه که اونا اینجوری باشن. سوال ممکنه برات پیش بیاد که نیلوفر، تو به بچه‌های خودت مگه اجازه میدی 10 روز نباشن؟ بله که اجازه میدم، چرا که نه. زمانی که اونا میرن تفریح میکنن، استراحت میکنن، برمیگردن با یه انرژی بالا، با یه حس خوب و بهتر کارشون رو انجام میدن، با عشق و محبت کارشون رو انجام میدن. هیچ کدوم از بچهای من شما پیدا نمیکنین که به خاطر پول با هم کار کنن. درسته درآمد دارن، درسته حقوقشون رو به موقع پرداخت میکنم، اینا که وظیفمه، هنر نیست اصلا. اینا وظیفه یک کارفرمایی که به موقع پرداخته بچه‌هاشو بده. اما چیزی که هست کنار هم ما رو نگه میداره اینه که به ضرس قاطع میتونم بگم که واقعا و عمیقا ماها شکل یک خانواده ایم. معلومه که من به بچه‌ها اجازه اینو میدم که 10 روز برن و استراحت کنن و فکر نمی کنم که این موضوع فقط برای منیه که کارفرما، نه، نیروهای منم باید بتونن استراحت بکنن و مدل کاری ما این اجازه رو بهمون میده. حالا اینکه دیگه من چجوری منیج کنم که اون بتونه 10 روز استراحت کنه دیگه به سبک مدیریتی بستگی داره، که خب اینو خیلی از آدمایی که کارگاه کارمند دوست داشتنی رو با من دارن و من میرم شرکتشون برگزار میکنم، اونا دیگه تو جریانش هستن. یه سری هم که حالا دوره رو گرفتن و همون کارمند غیر قابل اخراج و مدیر دوست داشتنی که یه چیز ترکیبیه، یه دوره و یا میشه گفت کارگاه آنلاین ترکیبیه، اونا که اونا رو گوش میکنن بیشتر به عمق این ماجرا ورود میکنن، چون سالها تجربه مدیریتی من در بخش‌های مختلف بیزنس‌های مختلفی که خودم داشتم تو جاهای مختلفی که به عنوان مشاور ورود کردم رو انگار دارن جمع میکنن و استفاده میکنن، در یک کانالی گذاشته شده و استفاده میکنن. کاری نداریم، اینو میخواستم بگم، یه نمونه میخواستم الان اینجا با هم دیگه گوش کنیم که خب صفحه ما خیلی آروم آروم داره رشد میکنه و صفحه‌ای که با شیطنت بالا نیاد، آموزشی باشه، سرعت رشدش کنده، آموزشی زیاده، سبکای پر سر صدا زیاده و من هیچ کدوم از اینا رو نمیخواستم. دوست نداشتم پر سر صدا باشه، دوست دارم شیک و آروم و مؤدب یک گوشه کارمونو بکنیم و اینجوری. بعد صبحی داشتم برای ادمین خوشگلم، عزیز دلم، که واقعا بهش افتخار میکنم، از ته دلم بهش افتخار میکنم، به این دختر فعال، پویا و در مسیر رشد خدا شکر میکنم که سر راهم قرار گرفت و تونستم یک همچین فرد خوبی کنار خودم داشته باشم. به صدای ما گوش کنید. من یک پیام به ایشون دادم و ایشون یک جواب به من داده. اینا رو دلم میخواد که گوش کنید و شما در پس زمینه صدای من در حال حاضر دارین به یک مانترا گوش میکنین که حالا براتون اگه خواستین بعدش میذارم که شما هم استفاده بتونین بکنین، گوش کنین در طول روز. به جای این موزیکای دیشتیر دیدین ماشاءالله که رو ذهن ما تاثیر منفی و بد میذاره، میتونین اینا رو گوش کنین. بریم و به صدای من گوش کنید و بعد صدای ادمین تا بیام حرف اصلیمو بزنم. شما قراره به یک برش خیلی عادی از روزمره من و ادمین گوش کنید. ما صبح اینا رو گرفتیم، الان به ذهنم رسید براتون وایسش کنم، شاید الهام بخش باشه براتون. خیلی صمیمی و ساده. خانم جان خانم جان، یه دونه ما چیز داشتیم تاعت که بازی میکردیم
گفت فلانی خانم جان خانم جان. خلاصه که فاطمه خانم جان هیچ حواست هست خانومم داریم میشیم 15 کی؟ نه میخوام تو جفت چشای من نگاه کنم ببینم حواست هست یا نه. و میدونستی آیا که توی اینستا این رشد اینجوری آروم 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 داشتن خیلی بهتر از اینکه یهو تو یه دونه ویدیو 20 میلیون ویو بخوره، از این 1 میلیون ویو بخوره بعد بقیش 5000 تا. و میدونستی تو مسیر درستی هستیم که با شخصیت و با چجوری بگم احترام و عزت و بدون جفنگیات و فلانیجات و بیسالیجات داریم حرکت میکنیم. خانومم جان خانم جان گفتم پیام بدم ازت تشکر کنم باز هم برای بار 1000م از زحمات توی این 2 ماه. قربونتون بشم. این صدای من بود که برای فاطمه فرستادم و حالا وایس فاطمه رو دارم خواهد گوش کنید. بله حواسم هست، خوبم هست. آمار پیج، یعنی من هر دفعه که میام سفر رفرش میکنم یعنی میگن که مثلا دعا کن همیشه پیجت اینجوری باشه که سفر میکشی بالا مثبت 100 باشه. الان برای ما اینجوری شده، من هر بار که سفر میکشم بالا مثبت 100 و این واقعا اتفاق خفن و خوبیه. اتفاقی که افتاد رو با دقت بهش گوش کردین. حرفای فاطمه رو برگردین دوباره گوش کنین. احساسی که تو صداش هست رو برگردین و دوباره توش عمیق شین و گوش کنین. اون خوشحالی و ذوقی که داره از اینکه بله این اتفاق افتاد و از اینکه میگه هر مثلا جایی شنیده که هر بار این سفر رو باز کردین دیدین 100 فلان. ذوق رو دیدین؟ کارمند غیر قابل اخراجی در حال حاضر مقابل من به اسم فاطمه و ایشون 2 ماه داره با من کار میکنه و هر لحظه داره جایگاهش ارتقا پیدا میکنه. میشه گفت هر 1 هفته 1 بار 2 هفته 1 بار داره جایگاهش تو ذهن من ارتقا پیدا میکنه و در آینده حقیقتا این اتفاق خواهد افتاد در صورتی که ما بتونیم با هم همکاریمون رو ادامه بدیم که انشاءالله که این اتفاق میفته. احساسی که من به بچه‌ها دارم اینه که کارمند من نیستن بچه‌ها نیروهای منن، بچه‌ها ارتش منن، ارتش کوچک منن و خانواده منن. من نمیدونم توی که داری اینو گوش میکنی چی کاره ای، کارفرمایی، نیرویی، کارمندی، کجایی، نمیدونم. اما میدونم که از این مدل شرکت ها خیلی زیاد شده بچه‌ها که کارمندا و مدیرا با هم در یک ارتش قوی دارن کار میکنن و خیلی زیاد شده. 2 تا حرف دارم. یکی این که تو فضایی که مدیر جوری نیست که تو از پیشرفتش ذوق کنی بگی آخ جون ذوق کنم که پیشرفت کرد، 2 حالت داره. یا آدم حسود و بددلی هستی یا اون داره کارشو بعد انجام میده یا اون با تو اونجوری برخورد نمیکنه که تو دوست داری تا از این که این خانواده داره پیشرفت میکنه بخوای لذت ببری. اینو پیدا کن ببین کدومشی. اگه اولی بودی که خودت رو خودت باید کار کنی، اشکالی هم نداره که اگه حسودی داری میکنی و اینا هیچ عیبی نداره، میری رو خود کار میکنی، خودتو درست میکنی اگه آدم پویایی باشی. اما اگر مدل دومی است باید جاتو عوض کنی. نمیدونم به این کار احتیاج شدید داری و مجبوری اون آدمو تحمل کنی یا نه، اینو نمیدونم. اما یه وقتایی ما یه سری چیزا رو باید تحمل کنیم، تاباوری کنیم. تاباوری اصلا باید یاد بگیریم، اشکالی نداره، ولی بدون که کلی جای دیگه هست که دارن این شکلی کار میکنن. نمیدونم شاید تو باید به این صدا گوش میدادی، تا اینجای حرف من گوش میدادی که بری بهش فکر کنی تو این روز تعطیل که اوکی من با مدیرم کجام واقعا، خوشم میاد یا نه، دوست دارم سر به تنش نباشه. امروز که تعطیل دارم بشکن و بالا میندازم که آخ جون که من ریخته نحس این آدمو نمیبینم، یا نه اینجوری هم که مثلا تعطیل کار نمیکنیم امروز. و اگر در جایگاه مدیریتی هستی بشین با خودت صادق باش، ببین بچه‌هایی که باهات کار میکنن و نیروهای خودت میدونی. نیرو یعنی قدرت، یعنی حضور اونا قدرت توه، یا نه شکل یه تعداد آدمی که حالا دارن کارشونو میکنن سر ما حقوقشونو بریزی داره بهشون نگاه میکنی. خیلی مهمه ها. منصفانه بشین یه گوشه
کلاتو قاضی کن، وجدانتو بیار جلو چشت، ببین واقعا داری با آدمو چی کار میکنی. حالا ممکنه که برات سوالش خب اوکی نیلوفر چجوری اینجوری شیم؟ تو از اول اینجوری بودی؟ نه. بعد بهت بگم که نه، من مدیر خوبی از لحاظ عاطفی با بچه‌هام نبودم. بسیار سختگیر افراطی. مثلا این موضوع مال 10 سال پیشه، مال وقتی که من 20-21 سالم بود. سختگیر افراطی، پرتوقع، غیر منطقی، بی احساس، بی همچین آدمی بودم. و تو ذهن خودم فکر می‌کردم من خیلی دارم حرفه‌ای کار میکنم، معلومه که باید کارا 100 انجام بشه، جز این نباید باشه. و این سختگیری رو برای خودم 1000 برابر بیشتر داشتم تا برای بچه‌هام. و من بسیار تغییر کردم. کمالگراییمو آروم کردم، کاملگراییمو آروم کردم. بارها و بارها آدم‌ها از دست من فرار کردن. از جاهایی که من داشتم شیون زنان به بیابان‌ها دویدن از شر من، از اخلاقای بد من. و امروز که دارم اینا رو بهتون میگم، صادقانه دارم میخواد اون روزا رو هم بشنویم. فکر نکنید من از شکم مادر به دنیا اومدم همه اینا رو بلد بودم، همینجوری اومدم بالا. اگه تو کارمندت از دستت فرار کرده رفته و داری اینجا این حرف منو گوش میکنی، شکل رویا نباشه این قضیه برات. فکر نکنی من یه جایی نشستم از روی مثلا یک میدونی، منظورم اینه که تو این مقایسه نیفتی و حالت بد شه. فکر کنی همه دارن پیشرفت میکنن، همه دارن خوب مدیریت میکنن، فقط تو موندی. هر جایی که یادم بیاد به این موضوع اشاره میکنم که یادتون باشه قدم 1000م یه آدم با قدم اول دوم خودتون با قدم 10 خودتون مقایسه نکنین. اینا رو توضیح دادم تا بدونی که من هم یه عالمه هم اخراج کردم، هم از پیشم آدم‌ها رفتن و امروز تونستم برسم به جایی که افرادی داشته باشم کنارم که بشه بهشون گفت کارمندای غیر قابل اخراج و میشه به من هم امروز گفت مدیر دوست داشتنی. اون شخص غیر قابل اخراج امروز اگر توی سیستم من بخواد بره، نمیذارم بره، راضیش میکنم. اینجوری هم که اوکی چی داره تو سیستم من اذیتت میکنه که میخوای بری، بی با هم حلش کنی. آدمایی رو امروز دارم به خودم جذب میکنم که ازشون یاد میگیرم، که سجادم رو بهشون میندازم که اینا نیروهای زندگی منن و سعی میکنم منم اون فردی باشم تو زندگیشون، که اون مدیری باشم که اونا هم دلشون نخواد ترکشون کنم. بگم با نیلوفر کار کردن اینجوریه که پیشرفت میکنم اگه خوب کار کنم، اگه درست کارامو انجام بدم، اگه آدم خفنی باشم، اگه کارمند غیر قابل اخراجی باشم، با این آدم من پیشرفت میکنم. این آدمه کسی که به آدم فضا میده، فضای جولان میده، بال و پر آدمو نمیچینه، به حرفای آدم، ایده های آدم گوش میکنه. همه اینا رو گفتم که بهت بگم تبدیل شدن به این سیستمی که ما الان داریم سالها زمان برده و من تمام این تجربه هامو آوردم توی کارگاه کارمند غیر قابل اخراج و مدیر دوست داشتنی که ترکیبی هن. اگه میخوای داشته باشیشون میتونی تهیه کنی، اگه هم نمیخوای هیچ ایرادی نداره. تو کانال من دور بزنی کلی چیز میز هست که یاد بگیری، تجربه ها هستش. توی اینستا که دور بزنی یه عالمه مطلب هست، تو هایلایت دور بزنی یه عالمه مطلب هست. میتونی از همونو کلی چیز میز یاد بگیری، پویا باشی و حرکت کنی. اما اگه میخوای لب مطلب قلمبه اینجوری حاضر و آماده توی کانالی برات باشه، هر زمانی خاصی بشینی بهشون گوش کنی و به کار بگیریشون، میتونی اونو شرکت کنی. به هر حال قربونتون برم، امیدوارم که امروز بهتون خوش بگذره و فعلا